خدمت دوستان سلام عرض میکنم. امیدوارم که وقت و حال دوستان خوش باشه و خیلی متشکرم که دوستان لطف کردن و من رو به جمع خودشون دعوت کردن. بله، موضوع بحث همونطوری که به زیبایی در ابتدای برنامه فرمودن، بحثی است درباره حق ناحق بودن. مفهوم حق ناحق بودن البته در فلسفه های سیاسی مدرن تبدیل به یک مفهوم محوری و بسیار مهم شده است. دربارش تأملات زیادی شده و هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ جنبه‌های کاربردی و اطلاقی مفهوم حق ناحق بودن. من در اینجا بحثم رو مایلم که در دو قسمت تقسیم بکنم. در بخش اول من تلاش میکنم که به اختصار تمام در واقع یه تحلیل فلسفی از مفهوم حق ناحق بودن به دست بدم که بیشتر یه بحث صرفا نظری است، و در بخش دوم عرایزم جنبه‌های عملی‌تر این مفهوم رو خصوصا در عرصه سیاست و اجتماع و مدلولات پذیرش چنین حقی رو خصوصا در متن یک جامعه دینی مایلم که با مشارکت دوستان اندکی بکاویم. عرض کنم خدمت شما که مفهوم حق ناحق بودن همونطوری که کاملا آشکار است از خود تعبیر، به نحو اساسی مبتنی است، بنیانش در واقع عبارت است از مفهوم حق، و بسته به این که شما چه تلقی از خود مفهوم حق داشته باشید ممکن است که درک شما از مفهوم حق ناحق بودن و حتی امکان حق ناحق داشتن عرض کنم که تغییر بکنه. یعنی بسته به تلقی فلسفی که شما از مفهوم حق دارید ممکن است که بتوانید در منظومه فکری خود جایی برای مفهوم حق ناحق بودن بگشایید یا اون مفهوم اولیه جا رو بر مفهوم حق ناحق بودن تنگ بکنید. شما ببینید در حوزه فلسفه حق ما به طور کلی دو تلقی متفاوت از مفهوم حق داریم که من به اختصار مایلم این دو مفهوم رو اینجا توضیح بدم و رابطهشون رو با مفهوم حق ناحق بودن به اختصار بکاویم. مطابق یک تلقی که از قضا تلقی شایعی هم هست، مفهوم حق در واقع تلفیق دو عنصر است که در کنار هم حق رو می‌سازند. یکی از این عناصر عبارت است از یک جواز و دیگری عبارت است از یک تکلیف. معناش چیه؟ فرض کنید که من یه اتومبیلی خریدم و بنابراین همه قبول داریم که در این صورت چون من مالک این اتومبیل هستم، من نسبت به این اتومبیل و استفاده از این اتومبیل صاحب حقم. حالا ببینیم این حق من نسبت به استفاده از این اتومبیل رو چجوری میتوانیم به لحاظ فلسفی تحلیل بکنیم. مطابق این مدل اول وقتی که شما میگید من حق استفاده از این اتومبیل رو دارم، معناش دو چیز است، یعنی این متضمن دو امر است. یک این است که من به عنوان صاحب مجازم که از این اتومبیل استفاده بکنم، مجازم هستم که استفاده نکنم، چون این ماشین منی، میتونم سوارشم برم سر کار یا برم خرید یا هر چی، یا میتونم اصلا بذارمش در گاراژ خونم و هیچ وقت ازش استفاده نکنم. میتونم این ماشین رو به شما قرض بدم، اصلا میتونم این ماشین رو ببخشم. یعنی مفهوم حق در اینجا یک نوع جواز به من میدهد که یک کارایی رو با این ماشین بکنم. مثلا من مجازم که این ماشین رو برانم، مجازم که اصلا ازش استفاده نکنم. این یک بخش مفهوم حق است. اما اگر قرار باشه که فرض کنیم که من حق نسبت به اتومبیلم داشته باشم، اما هر وقت بخوام ازش استفاده کنم همسایه من بیاد مثلا فرض کنیم که جلوی منو بگیره، اجازه نده که من ماشینم از گاراژ در بیارم استفاده کنم، یا هر وقت که من میخوام ماشینم ببرم مثلا فرض کنید که از خونه بیرون استفاده بکنم، پلیس بیاد مثلا فرض کنید که من رو بازداشت بکنه، یه گروه گنگستر بیان و من رو تهدید بکنن. توجه میکنید؟ اگر قرار باشه که
من نتونم از این امکان خودم استفاده کنم، از این جواز استفاده کنم، بین حق داشتن و نداشتن چه تفاوتی میکنه؟ شما بگید تو نسبت به این ماشین حق داری یا نداری. بنابراین برای اینکه مفهوم جواز در این حق محقق بشود، بخش دوم حق میگوید که دیگران مکلفن که در کار من دخالت نکنند، مانع استفاده یا عدم استفاده من از این اتومبیل نشن. یعنی نه اگر خواستم از ماشین استفاده کنم مانعم بشن و اگر نخواستم استفاده کنم مجبورم بکنن که از اتومبیل استفاده بکنم. بنابراین بخش دوم مفهوم حق یک تکلیف است، یعنی دیگران مکلفن که در کار من دخالت نکنند، نه من رو به انجام اون کار وادارند یا من رو مجبور کنند که از حق خودم استفاده نکنم. توجه میکنید؟ بنابراین مفهوم حق مطابق تلقی اول در واقع متضمن یک جواز است که به من حق میدهد، من رو مجاز میدارد که از امر الف استفاده کنم یا نکنم، و یک تکلیف است بر دیگران که در امور من دخالت نکنند و اجازه بدن که من مطابق صلاح دید خودم عمل بکنم. این یک معنا از حق است. اما ما تلقی دومی هم از حق داریم که با این مفهوم اندکی متفاوت است. در این تلقی دوم اصولاً حق به معنای حق تکلیف آور است، یعنی claim right به اصطلاح. و معنای claim right یعنی این: شما وقتی میگید که من حقی نسبت به امر الف دارم، معناش صرفاً این استش که دیگران مکلفن که در امور من دخالت نکنن. همین. یعنی در اینجا اصلا بحث جواز که شما مجازید از این الف استفاده بکنید یا نکنید مطرح نیست. تمام مفهوم حق این است که با مکلف کردن دیگران به عدم مداخله در امور من یک فضای امن و آزاد برای من فراهم بکنند که در اون فضای امن و آزاد من بتوانم اختیار بورزم. برای مثال یک کارهایی رو تصمیم گرفتم بکنم، یک کارهایی رو تصمیم گرفتم نکنم، دچار خطا بشم یا حتی تعمداً کارهایی بکنم که ممکن است از منظر من خطا و ناروا باشه. بنابراین در اینجا در تلقی دوم مفهوم حق فقط ملازم با یک تکلیف عدم مداخله از جانب دیگران است. یعنی دیگران مکلفن که در امور من دخالت نکنند. برای مثال فرض کنید که میگوییم که علی مثلا حق استفاده از این قلم رو دارد. خب در این تحلیل دوم معناش یعنی این استش که دیگران مکلفند که مانع استفاده علی از این قلم نشن. خب اما از این که دیگران چون این تکلیفی دارن معناش این نیستش که فرض کنید که علی به استفاده از این قلم مجاز است. یعنی شما میتونید فرض کنید که علی به استفاده از این قلم مجاز نیست، اما دیگران هم حق ندارن که مانع استفادهش بشن یا مجبورش بکنن که استفاده کنه. بذارید من این مثال رو یه خورده دقیق تر. فرض کنید که من صاحب این قلم هستم. این قلم رو به شما میدم، بگم ببینید این قلم الان در اختیار شماست، منتها به این معنا شما حق ندارید از این قلم استفاده کنید. من به شما اجازه نمیدم که از این قلم استفاده کنید. اما اگر شما تصمیم گرفتید که از این قلم استفاده بکنید، من مانعتون نمیشم. توجه میکنید؟ شما ممکنه بگید این وضعیت غریبیه. ممکنه. من الان به قرابت این مثال کار ندارم. میخوام بگم که به لحاظ مفهومی منطقی هیچ ناسازگاری در اینجا وجود نداره. در اینجا من به شما اجازه استفاده از این قلم رو ندادم. یعنی اگر شما از این قلم بدون اجازه من استفاده کنید، کار خطایی کردید. عرض کنم که بدون اجازه صاحب قلم از قلم استفاده کردید، کار خطایی است. اما در این حال خودم رو متعهد میکنم که اگر شما از این قلم استفاده کردید، من دخالتی نمی کنم. در اینجا شما تکلیفی رو دارید
ولی جواز رو ندارید. یعنی شما مجاز به استفاده از قلم نیستید، اما دیگری یا دیگران خودشون رو مکلف کردند که اگر شما از این قلم استفاده کردید دخالتی نکنن، مانع شما نشن. معناش این استش که هیچ رابطه تلازم منطقی میان جواز انجام یک کار برای یک فرد و تکلیف دیگران برای عدم مداخله وجود نداره. شما میتونید جواز رو بدون تکلیف داشته باشید منطقاً و شما میتونید این تکلیف رو بدون جواز داشته باشید. خب حالا شما این دو تلقی از مفهوم حق رو در نظر بگیرید. تلقی اول که میگوید حق تلفیق یک جواز و یک تکلیف است و تلقی دوم که میگوید نه، حق فقط عبارت است از تکلیف عدم مداخله بر دیگران. حالا اگر شما تلقی اول از مفهوم حق رو در نظر بگیرید، در این صورت مفهوم حق ناحق بودن چندان مفهوم سازگاری نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه وقتی که شما میگید حق داشتن، معناش اینه مثلا میگید که شما نسبت به امر الف حق دارید، یعنی اینکه شما مجازید مثلا کار الف رو انجام بدید، مجازید هم انجام ندید. بنابراین در مفهوم حق مطابق تلقی اول از جمله شما مجاز به انجام امر الف هستید. این یک بخشی است که از تحلیل مفهوم حق به دست میاد. اما در این حال وقتی که شما میگویید امر الف ناحق است، معناش این است که به لحاظ اخلاقی انجام کار الف بد است، نارواست، ناپسند است و در نتیجه شما مجاز به انجامش نیستید. توجه میکنید؟ بنابراین مفهوم حق از یک طرف میگوید که چون شما نسبت به امر الف صاحب حقید به انجامش مجازید، اما از اون بر ناحق بودن الف میگوید که چون الف اخلاقا ناحق و نارواست شما به انجامش مجاز نیستید. بنابراین مفهوم حق ناحق بودن کاملا پارادوکسیکال می شود. یعنی شما به انجام کاری که نامجاز است مجازید، یا مجازید کاری رو بکنید که نامجاز است و خب این البته یه تناقض است. بنابراین به نظر می رسد که اگر شما تلقی اول از مفهوم حق رو بر بگیرید، مفهوم حق ناحق بودن پارادوکسیکال می شود. خیلی مفهوم واجد سازگاری درونی نیست. اما اگر شما تلقی دوم رو بر بگیرید چی؟ یعنی تلقی دوم کاری نداره با اینکه انجام کار الف مجاز است یا مجاز نیست. تمام گوهر مفهوم حق در اینجا این است که خواه امر الف مجاز باشد یا نباشد، دیگران مکلفند که در امور شما در اون حوزه خاص دخالت نکنند و مانع تصمیم گیری و اختیار ورزی شما در اون مورد نشوند. در این صورت وقتی که میگیم که شما نسبت به امر الف صاحب حقی، معناش فقط این است که دیگران مکلفند در کار شما دخالت نکنند. اما اینکه امر الف انجامش مجاز است یا نه یه بحث دیگری است. کاملا ممکن است که امر الف مجاز نباشه، ما در اون مورد موضع اختیار نمی کنیم. در این سیاق وقتی میگیم طرف حق ناحق بودن دارد، یعنی اینکه شما یک فضای آزاد دارید که در اون فضا میتوانید اختیار بورزید، تصمیم گیری بکنید. خواه تصمیم شما درست یا نادرست، این فضا محافظت شده است. یعنی دیگران حق دخالت در اون حریم رو ندارند. در این صورت حق شما در اون حریم البته میتونید کارهای خیلی خوب بکنید، میتونید آزمون و خطا بکنید، میتونید عامدانه و عالمانه کارهای نادرست بکنید. اون فضا فضای محافظت شده است. یعنی در واقع در اینجا شما میبینید که هیچ ناسازگاری مفهوم وجود نداره. بذارید من یه مثال بزنم. فرض کنید که سیگار کشیدن. فرض کنید که من واقعا معتقدم که اینی که فرد به سلامت خودش آسیب بزنه این کار اخلاقا نادرسته. آدم اخلاقی به سلامت خودش عالمانه عامدانه زیان نمیزنه.
و بنابراین اینی که شما سیگار میکشید یک کار اخلاقا ناروایی است. اما از اینکه شما یک کار اخلاقا ناروا میکنید، فرض که واقعا اینطور باشه، معناش این نیستش که من میتونم در کار شما دخالت کنم، شما رو مجبور به ترک سیگار بکنم. در اینجا یه منطقه محافظت شده وجود داره، یعنی منطقه اختیار شماست. در اون منطقه شما حق دارید تصمیم بگیرید. البته گاهی وقتا ما تصمیمات درست میگیریم، گاهی وقتا تصمیمات نادرست میگیریم، گاهی وقتا از موضع و منظر ما بر صوابید، گاهی وقتا بر خطایید. در مفهوم حق این است که من و دیگران حق نداریم اون حریم شما رو بهش تعرض کنیم. یا یه مثال دیگه، فرض کنید که شما یه بلیت بخت آزمایی خریدید و بلیتتون ثروت هنگفتی رو برای شما به ارمغان آورده، یه ثروت بادآورده است. به نظرم میاد که همه ما معتقدیم که وظیفه اخلاقی شماست که دست کم بخشی از این ثروت رو به مستمندان ببخشید یا صرف کارهای خیریه بکنید. خیلی فرض کنیم به رغم این که چون این تکلیف اخلاقی وجود داره، شما تصمیم میگیرید که تمام این پول برای خودتون نگه دارید و مطلقاً یک ریال این رو برای دیگری خرج نکنید. به نظر میاد که این کار اخلاقاً ناروایی است، کار نادرستی است، کار ناحقی است. اما مفهوم حق ناحق بودن میگوید که شما در اینجا حق دارید که بر مبنای این تصمیم خطای خودتون عمل کنید. دیگران حق ندارن بیان و شما رو به زور الزام بکنن که بخشی از ثروت خود بادآورده خودتون رو به دیگران ببخشید. نتیجه این چیه؟ نتیجهش این هستش که از این که کاری اخلاقا ناروا باشد، واقعا هم ناروا باشد، نه اینکه فقط به نظر من، فرض کنیم واقعا ناروا باشد، لزوما و منطقا نتیجه نمی شود که دیگران حق دارن یا تکلیف دارن که در کار شما دخالت بکنن و مانع انجام اون کار توسط شما بشن. حالا این تکلیف به دلایل مختلفی هم میتونیم، شما دلایل مختلفی هم براش بیارید. مثلا فرض کنید که خیلی مواقع شما ببینید غیبت کردن، ما هم معتقدیم که کار بدیه، اما شما حق ندارید که قانونی بذاری افراد رو به زور وادار بکنی که غیبت نکنن. اگه دولت بخواد یه قانونی بذاره که افراد غیبتگو رو مجازات بکنه، خب خیلی کار دشواری، هزینه بسیار زیادی داره، هزینه مالی زیادی داره، به حریم خصوصی افراد تعرض میشه. گاهی وقتا شما برای اینکه مانع انجام یک کار ناروا بشید، ممکنه جان خودتون به خطر بیفته، سلامت جامعه به خطر بیفته. بنابراین در خیلی از این مواقع شما میتونید فرض کنید وضعیتی رو که کار ناروایی انجام میشه، اما شما تکلیف مداخله ندارید، تکلیف ندارید که مانع انجام او بشید. تمام این رو من فقط برای این میگم که شما توجه کنید که در مفهوم حق ناحق بودن، در چارچوب و بستر تحلیل حق به مثابه حق تکلیف آور claim right تعارضی وجود نداره. مطابق این تعبیر در واقع حق برای صیانت از آزادی، اختیار و انتخاب انسان طراحی شده. فضایی برای آزادی است، فضایی برای تمرین اختیار ورزی است و در این فضا افراد میتونن گاهی وقتا کارهای اخلاقاً نامجاز هم انجام بدن. خب اگر شما این تحلیل رو بپذیری، بنابراین چند نتیجه به نظرم، چند ویژگی مهم برای مفهوم حق ناحق بودن رو شما در این چارچوب میتونید نتیجه بگیرید. نتیجه اول این هستش که مفهوم حق ناحق بودن متضمن دو مفهوم کاملا متفاوت است. یکی مفهوم حق داشتن است و دیگری مفهوم حق بودن است. بین این دو تا مفهوم تفاوت است، بین حق داشتن having right و حق بودن being right. این دو تا مفهوم کاملا متمایز است. حق داشتن صفت صاحب عقیده یا فاعل عمل است. من به عنوان یک انسان، به عنوان صاحب یک عقیده یا فاعل فعل، صاحب حقوقی هستم و همونطوری که عرض کردم در چارچوب مدل حق به مثابه
حق تکلیف آور، به محض اینکه این حق رو بر من اثبات میکنید، معناش این است که دیگران مکلفند که در امور من در اون مورد خاص دخالت نکنه، مانع عرض کنم که انجام اون کار توسط من نشه. اما حق بودن، being right، توجه میکنید که در مورد عقاید میشه صادق بودن و در مورد اعمال و رفتار میشه اخلاقاً روا بودن. در اینجا این صفت عقیده است یا صفت اون فعل است که میتونه حق باشه یا ناحق باشه، صادق باشه یا کاذب باشه، اخلاقاً روا باشه یا نباشه. اینا دو تا مفهوم متفاوته. بنابراین در مفهوم حق ناحق بودن، حق اول از مقوله حق داشتن است، حق دوم از مقوله حق بودن است. و نکته دوم این استش که همونطوری که تحلیل ما نشون میده، هیچ رابطه تلازم بین این دوتا وجود نداره. یعنی شما نمیتونید بگید حقوق افراد در گرو حق و باطل باورهاشون هستش. یعنی اینطوری نیستش که برای اینکه تشخیص بده آیا کسی صاحب حقی هست یا نه، اول باید مثلا فرض کنید که عقاید فرد رو تفتیش کنیم، بررسی کنیم، زندگیش رو، سبک زندگیش رو بررسی کنیم. اگر از موضع و منظر ما اخلاقاً روا بود، بعد بگیم که یا صادق بود، بگیم خیلی خب حالا شما صاحب این حقوق هستید یا نیستید. حقوق افراد رو در چارچوب این مدل شما نمیتوانید و نمیباید بر مبنای صدق و کذب باورهای اونها تعریف بکنید. خب البته همیشه این سوال هستش که ما در این مفهوم حق ناحق بودن، معیار تشخیص ما برای ناحق بودن چیه؟ از کجا بگیم که فلان عقیده باطل است یا فلان رفتاری که فرد انجام میده از منظر اخلاقی نارواست؟ تشخیص ناحق بودن عقاید یا رفتارها البته همیشه کار آسانی نیست. در بسیاری از مواقع در واقع معناش این است که از موضع و منظری که ارزشی که من بهش قائلم، کاری که شما میکنید پسندیده نیست، یا از چارچوب و منظر معرفتی که من اختیار کردم موضع شما به نظر کاذب میرسد. یعنی در بسیاری از مواقع ناحق بودن این چیزی که به هر حال بر مبنای مجموع قرائنی که در اختیار من است ناصواب و ناروا یا کاذب به نظر میرسه. اما در پاره موارد هم البته شما ممکن است که به ارزش‌های کاملا عینی معتقد باشید، یعنی بگید چیزهای خوبن یا بدن، صرف نظر از اینکه شما چه چارچوب معرفتی یا ارزشی رو اختیار بکنید. عرض من این استش که هر کدوم از این دو معیار رو که انتخاب بکنید ما با یه محدودیت‌هایی مواجهیم. یعنی حتی اگر شما معتقد به ارزش‌های عینی هم باشید، تشخیص ارزش‌های عینی تا حد زیادی محدود است به توانایی‌های معرفتی ما و بنابراین ما باید همیشه جانب احتیاط رو در ناحق خواندن رفتاری یا کاذب دانستن باوری رعایت بکنید. معناش این نیستش که شما نمیتونید با اطمینان رفتار رو ناروا یا باوری رو کاذب بدونید، اما همیشه باید جانب احتیاط رو در این داوری‌ها رعایت کرد. در این شرایط اگر شما واقعا معتقدید که انجام یک کاری برای مثال نارواست، در این صورت بر شما فرض است که از انجام اون کار پرهیز کنید. حتی بر شما فرض است که دیگران رو به پرهیز از اون رفتار ترغیب و تشویق کنید. فرض کنید که من به این جمع‌بندی میرسم که خیانت در روابط زناشویی اخلاقاً بد و ناپسند است، یه امر اخلاقاً نارواست و من واقعاً معتقدم که ما دلایل بسیار خوبی داریم که نشان میدهد خیانت در روابط زناشویی اخلاقاً نارواست. به محض اینکه من به این جمع‌بندی میرسم، نکته اول این است که بر من فرض است که در روابط رمانتیک یا زناشویی خودم جانب این وفاداری رو رعایت کنم. من مکلفم که از این امر تخطی نکنم.
نکته دوم این هستش که استدلال خودم رو هم با جامعه در میان میگذارم، دیگران رو هم میگم حواستون باشه برای به این دلایل بر این مبانی این نوع رفتارها رفتارهای ناپسندن و باید ازش پرهیز بشه. تا اینجا هیچ اشکالی نداره. اما سوال این هستش که آیا از حیث اخلاقی من مکلفم که در کار دیگران دخالت کنم و اونها رو وادارم که مثلا در زندگی زناشویشون به همسران خودشون وفادار باشن؟ پاسخ من این هستش که لزوما نه، به صرف این که از نظر من خیانت در روابط زناشویی کار اخلاقا ناروایی است، لزوما نتیجه نمی شود که من مکلفم، وظیفه دارم که شما رو وادار کنم به همسر خودتون وفادار بمانید. توجه میکنید؟ در اینجا شما حق دارید که اون رفتاری رو که از منظر من نارواست انجام بدید. حق دارید نه به این معنا که انجام اون کار خوب است، حق دارید به این معناست که من امکان یا جواز دخالت در امور شما رو ندارم. من مکلفم که پای خودم رو از گلیم خودم درازتر نکنم و در امور شما تصرف نابجا نکنم. مداراگری به معنای دقیق کلمه عبارت است از به رسمیت شناختن حق ناحق بودن، یعنی اینکه ما حد خود رو بدانیم، حتی اگر دیگری از دیدگاه ما مشتغل به کار اخلاقا ناروایی است، شما میتونید طرف رو گوشزد بهش بکنید، وارد بحث بشید، تذکر بدید، تشویق بکنید، ولی شما مکلف نیستید که در کار او دخالت کنید و مانع انجام او کار توسط او بشید. اما البته یه سوال مهم در اینجاست، آیا همه امور ناحق و ناروا از این نوعن یا نه؟ یعنی آیا ما باید نسبت به تمام رفتارهای ناحق یا ناروا علی السوا به یکسان در واقع این نوع رویکرد پذیرنده و مداراگرانه رو داشته باشیم؟ پاسخ من این است که نه. یعنی ما همیشه باید میان دو دسته امور ناحق یا ناروا تمایز قرار بدیم. اموری که در خور مدارا هستند، ناحق هایی که در خور مدارا هستند و ناحق هایی که در خور مدارا نیستند. بنابراین عرض معنی نیست که هر ناحقی در خور مداراست. شما در مورد هر ناحقی میتونید بگید که فرد حق دارد که ناحق باشد. در پاره مواقع به نظر میرسد که اگر کسی مرتکب پاره امور ناحق و ناروا بشود، ما مکلفیم که در امور او، در کار او دخالت کنیم و اگر ممکن است مانع انجام اون کار بشیم. خب سوال اینه که حالا این تفکیک رو چجوری انجام بدیم؟ چجوری بگیم این دسته از کارهای ناروا در خور مدارا هستند و این دسته کارهای ناروا در خور مدارا نیستند؟ فرض کنید که یک کسی میخواد یک کسی رو به قتل برسونه. توجه میکنید؟ خب کار قتل آدم بیگناه یک کار ناروایی است و من متوجه میشم که الان فرض کنید که این فرد ممکن است که به قتل برسه و میتونم جلوش رو بگیرم. در اینجا به نظر میاد که من تکلیف دارم که اگر میدانم و میتوانم جلوی این جنایت رو بگیرم باید بگیرم. یعنی اینجا نمیتونم بگم که طرف حق داره ناحق باشه، حق داره مثلا دست به قتل بزنه. تفاوت عرض کنم که این مورد قتل با اون مورد خیانت در روابط زناشویی چیه؟ چجوری بین این دوتا میشه تمایز گذاشت؟ به نظر من مهمترین معیاری که این تمایز رو برای ما تعریف میکند اصل زیان است. یعنی اون باورها یا رفتارهایی که اخلاقا ناروا هستند و به یک زیان ناموجه عاجل و جدی نسبت به یک فرد یا گروه خاص می انجامند، این می توانه زمینه‌ای برای ما فراهم بکنه که اون دسته از کارهای ناروا رو در واقع در خور مدارا ندانیم. مثلا همین پدیده قتل که گفتم، خب در اینجا یه خطر زیان جدی عاجل نسبت به یک فرد خاص رو شما میتوانید در اینجا تشخیص بدید و در این صورت به نظر میاد که در اینجا شما تکلیف دارید که دخالت کنید و اون ناحق رو در خور مدارا
ندانید. بنابراین در اینجا تشخیص این که آیا این زیانها ناروا باید مدارا باشون کرد یا نکرد، باید بر مبنای اصل زیان که یه اصل عقل عرفی است در واقع تعیین بشه. بنابراین اعمال محدودیت بر حقوق افراد ناشی از صدق و کذب باورهاشون یا شأن اخلاقی رفتارهاشون نیست، ناشی از زیانبار بودن یا نبودن اون رفتارهاست. خیلی از رفتارها ممکنه اخلاقا ناروا باشن، اما زیان عاجل، جدی و مشخص ممکنه که به بار نیارن. در این شرایط البته این نوع ناحق‌ها رو باید در واقع در خور مدارا دانست. خب این خصوصا در روابط بیناشخصی خودش رو نشون میده. یعنی من در مناسباتم با آدمای دیگه موظف و مکلف هستم که این حد از مداراگری رو رعایت کنم، یعنی حریم دیگران رو رعایت بکنم، حتی اگر در داخل اون حریم کارهایی میکنن که از نظر من غیر مجازه، من حق ندارم که در امورشون دخالت بکنم و مانع بشم. یعنی چون این تکلیفی بر من فرض نیست، برای اینکه اونا حق دارن در محدوده خودشون کارهایی بکنن که از نظر من ناحق تلقی میشه. اما به نظر من و این بخش دوم بحث من از اینجا آغاز میشه، وقتی که به کاربرد عملی تر این مفهوم حق ناحق بودن به عرصه عمومی و حوزه سیاست میرسیم، به نظرم میاد که اهمیت این اصل به مراتب روشن میشه. شما ببینید در عرصه عمومی، خصوصا وقتی شما در متن یک جامعه متکثر زندگی میکنید، افراد تلقی‌های مختلفی از ارزش‌های اخلاقی دارن. خوب و بد ممکنه که در منظرشون متفاوت به نظر بیاد. اساساً تصویر متفاوتی از یک زندگی شرافتمندانه، سعادتمندانه داشته باشن. بنابراین شما در یک جامعه متکثر کاملاً میتونید انتظار داشته باشید که افراد از نظام‌های ارزشی پیروی میکنن که لزوماً با هم سازگار نیست و شما نمیتونید اینا رو به یه نظام جامعی که همه رو راضی بکنه تحویل بدید. گاهی وقتا در ادبیات فلسفه سیاسی میگن که تلقی جامع از امر خیر، یعنی افراد تلقی جامعی که از امر خیر دارن با هم یکی نیست. تلقی جامع از امر خیر یعنی اینکه بالاخره افراد درک متفاوتی از ارزش‌های اخلاقی دارن، از خوب و بد دارن، از تکالیفشون دارن، از عرض کنم که مفهوم سعادت دارن و غیره. خب حالا شما وقتی میخواید عرصه عمومی رو تدبیر بکنید، خب با مجموعی از ارزش‌های متعارض و بلکه متضاد سر و کار دارید. افراد نظام‌های ارزشی متفاوت دارند و اگر بنا باشه که شما فقط یک نظام خاص رو اختیار بکنید، معناش این است که شما دستگاه ارزشی یک گروه خاص در جامعه رو بر بقیه باید تحمیل بکنید و به نظر میاد که این تحمیل ناقض شرط عدالت است. درسته؟ بنابراین شما وقتی میخواید عرصه عمومی رو که درش تمام این شهروندان با این باورهای متکثر و نظامهای ارزشی گاه متعارض زندگی میکنن رو اداره بکنید، شما باید یه مبنایی برای مدیریت این جامعه اختیار بکنید که کمابیش مورد اجماع این گروههای متکثر و اما ذی‌نفع در جامعه شما باشه. گاهی وقتا در خصوصا در ادبیات فقهی ما میگیم که این عرصه عمومی ملک مشاع همه است. تمام شهروندان در واقع مالکان این ملک مشاع هستند و بنابراین شما اگر میخواید این ملک مشاع رو اداره بکنید، قاعدتاً باید بر مبنای اداره بکنید که مرزی و عرض کنم که قابل فهم و قابل پذیرش برای تمام مالکان این ملک مشاع باشه. خب بنابراین به نظر میاد که مدیریت متمدنانه و عادلانه یک جامعه متکثر ایجاب میکنه که شما فضاهایی در جامعه ایجاد بکنید که افراد بتوانند بر مبنای دستگاه‌ها یا نظام‌های ارزشی خودشون
ولو اینکه با ارزش‌های شما ناسازگار است زیست بکنن. توجه می‌کنید؟ یعنی ما حق نداریم یک دستگاه ارزشی خاص و واحد رو بر همه یکسان تحمیل بکنیم. در اینجا دوستانی که با فلسفه عرض کنم که رالز درباره عدالت آشنا هستن میدونید که رالز در واقع در اینجا میگه که بهترین شیوه این است که شما ارزش‌های حاکم بر عرصه عمومی رو از پس پرده جهل تعریف بکنید. یعنی که وقتی میخواید تصمیم بگیرید که جامعه رو چجوری بگردونید، فرض بکنید که نمیدونید خودتون عضو کدوم یکی از این گروه ها هستید. توجه میکنید؟ با این فرض که شما ممکنه جزو اکثریت باشید یا کاملا ممکنه جزو اقلیت باشید، بدون این دانش که جزو اکثریتید در واقع تصمیم بگیرید که اگر بنا به فرض شما جزو اقلیت ها بودید، اون تصمیمات، اون قواعد و سیاست ها رو عادلانه و قابل قبول میدونستید یا نه. خب حالا من البته میخوام که این بحث رو خورده خاص‌ترش بکنم و سوال من این هستش که آیا در متن یک جامعه دینی ما میتوانیم حق ناحق بودن رو مدارا به این معنای خاص رو به رسمیت بشناسیم یا نه؟ این یکی از دشوارترین سوالاتی است که به نظر من در جامعه مدرن پیش روی جوامع دینی نهاده شده است. آیا یک جامعه دیندار، یک جامعه دینی میتواند صادقانه حق ناحق بودن رو برای شهروندان جامعه، شهروندانی که دینی نیستند یا به ادیان دیگر یا به ایدئولوژی های دیگر پابندن، به رسمیت بشناسه یا نه؟ آیا میشه درکی از دین داشت که اصولاً حق ناحق بودن رو به رسمیت بشناسه؟ شما ببینید در ایران، خصوصا ایران معاصر ما، در جامعه مدرن مسلمانی ما، شما ببینید دو رویکرد متفاوت در اینجا وجود داره که من مایلم به اختصار بهش اشاره بکنم. یکی از این رویکردها رو شما میتوانید بهش بگید قرائت سیاسی از اسلام. قرائت سیاسی از اسلام پاسخش به این پرسش قطعا منفی است. یعنی در اسلام سیاسی اصولاً حق ناحق بودن رو نمیشه به رسمیت شناخت. توجه میکنید؟ بنابراین مدارا به این معنا، آزادی به این معنا در اسلام سیاسی در واقع امکان پذیر نیست. حالا اسلام سیاسی البته در جامعه ما دو قرائت مهم دارد که هر دوی این قرائت اما به شیوه های خاص خودشون به این پرسش پاسخ منفی میده. یکی در واقع قرائت سنتی از اسلام سیاسی است که عمدتاً روحانیت حاکم در قدرت سیاسی ازش دفاع میکنه و بهترین نمونه و تجلیش نظریه ولایت مطلقه فقیه هست. و یک قرائت از دیگری از اسلام سیاسی قرائت به اصطلاح روشنفکران است. قرائتی است که شما در میان روشنفکران، نواندیشان دینی یا دست کم بخشی از روشنفکران دینی میتوانید بیابید. شما ببینید در قرائت سنتی از اسلام سیاسی یکی از مهمترین معیارهای تشخیص ناحق حکم الهیه. در واقع اساساً امور ناحق بر مبنای حکم الهی تعریف می شود. اگر چیزی با حکم الهی ناسازگار باشد ناحقه، اگر چیزی با آموزه های دینی ناسازگار باشد کاذب است. خب اگر به حکم الهی امری ناحق تلقی بشه، البته مطابق این تفسیر مؤمنان مکلف هستند که از بروز و وقوع اون در جامعه جلوگیری بکنند. امر به معروف نهی از منکر همین است دیگه. یعنی یه درک از اینی که کسانی مثل آیت الله خمینی که معتقد بودند که فقیه باید امر حکومت رو به اختیار بگیره، میگفتن برای اینکه این ابزار امر به معروف نهی از منکر است، یعنی ابزاری است برای اینکه حکم الهی در جامعه جاری بشه. و چون میخوایم اینو از سطح فردی به سطح اجتماع بیاریم، ما باید مدیریت، یعنی اون نهاد دولت رو در اختیار بگیریم و به این ترتیب عرصه سیاست و مدیریت جامعه رو تحت کنترل احکام الهی در بیاریم. خب بنابراین در این مدل دولت میتواند آمرانه از بالا احکام شریعت رو بر عرصه عمومی حاکم بکنه.
طبیعی است که در این قرائت جایی برای حق ناحق بودن وجود نداره. اگر امر ناروایی باشه، امر ناروا باشه، یعنی مغایر با حکم الهی باشه، غایت این است که این باید از صحنه اجتماعی حذف بشه، زدوده بشه. حالا اگه نتونن به اقتضاعات روز اینا رو یه مرتبه حذفش بکنی، قاعده این است که شما هدف و غایتتون این است که رفته رفته و به تدریج اونا رو از صحنه بزدایید. اول از ابزار نرم استفاده میکنید، ابزار نرم یعنی تبلیغات و اینا. بعدم اگه جواب نداد از ابزار سخت استفاده میکنید، یعنی مجازات های قانونی. خب در اینجا شما میبینید که حقوق افراد دقیقاً بر مبنای حق بودن یا ناحق بودن باورهاشون تعریف میشه. یکی از بهترین نمونه‌هاش مسئله ارتداد است. شما اگر باور خودتون رو به دین از دست بدید، به دین پشت بکنید، چون مطابق این تحلیل باور حق خود رو فرو نهادید، حقوقتون هم از دست میدید. از جمله مهمترین حقوق حق حیات است. حق حیاتتون رو هم از دست میدید. شما ببینید در این جامعه حقوق اعم از حقوق بنیادین و حقوق غیر اساسی به یکسان توزیع نمیشه. شهروندان با هم برابر نیستند. شهروندان بر مبنای باورهاشون است که تقسیم میشن. اگر شما به دین، قرائت حاکم بر دین معتقدید، شهروند درجه اولید، نباشید درجه دومید. پیرو یه دین دیگری، ادیان اهل کتابید برای مثال، یه حقوق دیگه دارید. از دینم بیرونید، یه حقوق دیگری دارید. یا به تعبیر دیگه به میزانی که شما از حق، که میزان و سنجش عبارت است از عرض کنم که ایدئولوژی حاکم، فاصله میگیرید، حقوق خود رو به همون میزان کم کم و رفته رفته از دست میدهید. چی چیزی در اینجا در واقع معیار ناحق است؟ یعنی صدق و کذب باورها و ارزش اعمال. هیچی، معیار دینیه، کاملا بر مبنای باورهای دینی و احکام فقهی شرعی است که زندگی شما و کارنامه شما سنجیده می شود. و اگر با این معیار باورهای شما ناحق تلقی بشود، البته معناش این است که شما پاره از حقوق خود رو از کف خواهید داد. این قرائت به اصطلاح سنتی از اسلام سیاسی است که به هر حال در امر حکومت هم الان دست بالا رو داره. اما روشنفکران دینی که تلاش کردن این قرائت رو تا حدی تلطیف بکنن، اما همچنان به اسلام سیاسی پایبند موندن و به همین دلیل هم هست که در قرائت‌های روشنفکرانه دینی از اسلام سیاسی هم همچنان حق ناحق بودن با بحران و مشکل روبروست. شما ببینید روشنفکران دینی تلاش کردن که نه دین رو آمرانه و از بالا، بلکه در واقع از پایین و به نحو دموکراتیک بر جامعه تحمیل بکنند. سیاستمداران در این سنت روشنفکران دینی معتقدند که جامعه به طور طبیعی، چون سنت دینی، شیب موافقی به نفع دین داره. بنابراین برای دینداران آسان است، سیاستمداران آسان است که از دین به عنوان ابزاری برای بسیج افکار عمومی استفاده کنند، اکثریت ایجاد بکنند. و بنابراین از طریق فرآیندهای دموکراتیک که در نزد اونها فرآیندهای دموکراتیک صرفاً رأی اکثریت است، میتونن عرصه عمومی رو در اختیار دین بگذارن. بنابراین چرا آمرانه و به زور از بالا قوانین شهر رو حاکم بکنیم؟ از پایین از طریق تشکیل احزابی که گرایش‌های دینی مردم رو تجمیع میکنن میتونیم رأی بگیریم، میریم در پارلمان و به مثابه نمایندگان افکار عمومی قوانین و احکام دینی رو بر جامعه حاکم میکنیم. در این تلقی البته شما حدی از حق ناحق بودن رو به رسمیت میشناسید. شما معتقدید که از دین میشه قرائت‌های مختلفی داشت، تنوع فهم‌ها از دین رو شما محترم میشمارید و بنابراین قرائت رسمی دیگه در اینجا وجود نداره و نوع آزادی در مقام فهم دین رو شما حاکم میکنید. در اینجا اگر شما مطابق درک دینی من برای مثال رفتار نکنید، درک دینی شما نادرست خواهد بود. اما به رغم این اختلاف نظر، حقوق شما و سبک زندگی شما رو ما به رسمیت میشناسیم.
توجه میکنید؟ یعنی دایره آزادی و حقوق تا اینجا تعریف میشود، اما دایره حقوق از این فراتر نمی رود. یعنی حق ناحق بودن رو من فقط تا اینجا برای شما به رسمیت میشناسم که درک شما از دین با من متفاوت است. توجه میکنید؟ دایره ناحق های در خور مدارا نه بر مبانی عقلی یا صرفاً عقلی، بلکه گاهی از جمله بر مبانی صرفاً درون دینی تعیین می شود. شما ببینید برخی از روشنفکران دینی ما، حالا من اسم میبرم، آقای دکتر سروش، صریحاً قائل به شورای نگهبان هستند. ما باید شورای نگهبان داشته باشیم. در هر حکومتی ایدئالی هم که در آینده تشکیل می شود شورای نگهبان باید داشته باشیم. وظیفه شورای نگهبان چیه؟ وظیفه شورای نگهبان این است که مطمئن بشن که قوانین دینیه، از دینی بودن قوانین در عرصه عمومی صیانت بکنن. بنابراین در این مدل اگر باوری یا سبک زندگی از منظر دینی قابل قبول نباشد، اکثریت دیندار میتواند، حق دارد از طریق فرایندهای دموکراتیک اون نوع سبک رو، اون باورها رو ممنوع کند و از عرصه عمومی بزداید. بنابراین در این قرائت روشنفکرانه از اسلام سیاسی، حد اکثر شما میتونید بگید که شهروندان در حقوق پایه و اساسی خودشون، مثل حق حیات، مثل نمیدونم حق تحصیل، این حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده برابرند. اما بیشتر از اون نه، بیشتر از اون نمیتونن مطالبه کنن. حالا اگر جامعه دینی یه حق بیشتر از اینی به غیر دینداران، به پیروان ادیان دیگه داد، این از باب حالا یا مصلحت اندیشی یا از باب خیرخواهی، ولی هیچ تکلیفی ندارن. شهروندان فقط در حقوق پایه برابرن و بهره‌مندی از حقوق فراتر از حقوق پایه جواز و دلیل میخواد. به همین دلیل است که به نظر من در واقع اسلام سیاسی در ذات خودش غیر لیبرال است، چون نمیتونه حق ناحق بودن رو یا اساساً بپذیره، یا وقتی حق ناحق بودن رو میپذیره اون رو به نحو محدود میپذیره. یعنی مبناش برای تعیین حدود ناحق‌های در خور مدارا نهایتاً درک دینی خودش خواهد بود. بر مبانی صرفاً دینی اون محدوده رو تعیین میکنه. بنابراین به این معناست که به نظر من میاد که اسلام سیاسی خواه در روایت سنتیش، خواه در روایت روشنفکرانش، با حق ناحق بودن مشکل داره و به همین دلیل است که همونطوری که قائلانش هم صراحت دارن اصولا لیبرال نیستن. حتی روشنفکران دینی که تلاش میکنن قرائت سکولار از دین به دست بدن، قرائت سکولارشون همچنان غیر لیبرال باقی میمانه. حالا سخن آخر من این هستش که در مقابل این دو اسلام سیاسی، در این دو قرائتی که داره، به نظر من یه اسلام مدنی هم میتونه وجود داشته باشه، یه دین مدنی هم میتونه وجود داشته باشه. این دین مدنی خودش رو در مقابل اسلام سیاسی سنتگرایان انقلابی و روشنفکران دینی تعریف میکنه. اسلام مدنی، دین مدنی، تفسیری از دین است که یک، حق ناحق بودن رو به رسمیت میشناسه. دو، دایره ناحق‌های در خور مدارا رو صرفاً بر مبانی عقلی تعیین میکنه. یعنی ادعا نمیکنه که فلان چیز رو باید قانون بکنید برای اینکه فلان حدیث وجود داره، فلان مثلا آیه قرآن وجود داره. البته ممکن هستش که من به عنوان یه دیندار فرض کنید که بر مبنای باورهای دینی هم به خاطر فلان حدیث، فلان آیه یه جور خاصی در زندگی رفتار بکنم یا باورهای خاصی داشته باشم، کاملا قابل قبول است، مشکلی نیست. اما در مقام تعیین مصداق ناحق‌های در خور مدارا و غیر قابل مدارا در عرصه عمومی، داور باید عقل عرفی باشه. شما حق ندارید بر مبانی صرفاً درون دینی قاعده ای رو، قانونی رو الزام آور بکنید در عرصه عمومی. چرا؟ برای اینکه به این ترتیب دارید دستگاه ارزشی خودتون رو بر دیگرانی که در اون ارزش ها با شما شریک و صحیح نیستن تحمیل میکنید. و سوم این که در این تلقی از دین همه شهروندان
در حقوق اساسی و غیر اساسی خودشون برابرن. یعنی اینطوری نیستش که فقط در حقوق غیر اساسی مسلمانان و غیر مسلمانان برابر باشن. به حقوق غیر اساسی که میرسیم فقط مسلمانان بای دیفالت به اصطلاح از این مزایا بهره مند باشن، بقیه برای بهره مندی باید استدلال بکنن، باید دلیل بیارن. بنابراین این سه تا به نظرم سه ویژگی مهم دین مدنی است. یعنی دین مدنی دینی است که حق ناحق بودن رو به رسمیت میشناسه، دایره ناحق‌های در خور مدارا و ناحق‌هایی که در خور مدارا نیستن رو بر مبانی صرفاً عقلی و نه مبانی صرفاً درون دینی تعیین میکنه. و نکته سوم هم این است که همه شهروندان رو در حقوق خودشون، خواه حقوق اساسی و خواه حقوق غیر اساسی، برابر میدانه. حالا آیا میشه قرائتی از اسلام داشت که حق ناحق بودن رو به این معنا رو به رسمیت بشناسه؟ به تعبیر دیگه آیا میشه قرائت لیبرال از اسلام داشت، قرائت مداراگرانه از اسلام داشت؟ من به نظرم پاسخ مثبت است. برای این منظور سه شرط باید فراهم بشه که این سه شرط هر سه در سنت کلامی، فقهی و فلسفی مسلمانان ریشه های عمیق داره. این سه شرط چیه؟ شرط اول این است که ما عرصه عمومی رو ملک مشاع همه شهروندان بدونیم. این مدلی که میگم مدلی است که اصلش رو شما در آراء آقای مرحوم آیت الله حایری یزدی میبینید. آقای دکتر مهدی حایری یزدی در واقع یه صورتبندی از این قرائت از اسلام لیبرال رو عرضه کرده. شرط اول این هستش که شما عرصه عمومی رو ملک مشاع همه شهروندان بدونید. یعنی شهروندانی که برای مثال در جامعه ایرانی زندگی میکنن، هر کدومشون صرف نظر از دین و ایدئولوژی و باوری که دارن، همه صاحبان این مملکتن. توجه میکنید؟ نکته اول. نکته دوم این است که قاعده فقهی خیلی مرسوم در فقه سنتی ما وجود داره که الناس مسلطون علی اموالهم. مردم، نمیگه مسلمان، مردم قاعده کلیه، حق حاکمیت بر اموال خودشون دارن. اگر شما مالک چیزی هستی، این بر عهده شماست که اون امر رو، اون چیز رو اونطور که صلاح میدونید مورد استفاده قرار بدید. حالا اگر اون ملک مشاع باشد، معناش این استش که همه شما مالکان باید سهم یکسان در تدبیر و مدیریت اون ملک مشاع داشته باشند. بنابراین شرط سوم است، شرط عدالت است. شرط عدالت میگوید که در مقام تدبیر این ملک مشاع همه شهروندان، یعنی همه کسانی که در مالکیت این ملک سهیم هستند، به صرف شهروند بودن، به صرف مالکیت بودن، مالک بودن، باید در مدیریت این ملک سهم برابر داشته باشند. و این لازمه تلقی رالزی از عدالت هم البته هست. در سنت کلام شیعی و معتزلی هم کاملا شما می توانید این ایده رو بیابید و بازسازی کنید. اگر شما این سه شرط رو بپذیرید، در اون صورت معناش این هستش که عرصه عمومی به مثابه ملک مشاع همه شهروندان در جامعه باید بر مبنای سیاست‌های تدبیر بشود که همه شهروندان علل اصول بتونن بفهمنش و دربارش توافق بکنن، صرف نظر از باورهای ایدئولوژیکی که دارن. بنابراین شما در متن یک جامعه مدنی متکثر نمیتوانید قوانین عرصه عمومی رو و نباید قوانین الزام آور در عرصه عمومی رو بر مبانی صرفاً درون دینی که فقط برای یک گروه خاص از این مالکان قابل فهم و قابل قبول است مدیریت بکنید. قوانین باید از پس پرده جهل تصمیم گیری بشن. یعنی شما باید فرض کنید که من در این جامعه درسته که الان مسلمانم و مسلمانان اکثریت دارن، ولی وقتی تصمیم میگیرم باید شرط عدالت این است که تصمیم رو بگیرم بر این مبنا که من نمیدونم جزو اکثریتم یا اقلیت. بنابراین قوانین باید چنان در واقع تفسیر بشود و تدوین بشود که اقلیت ها در جامعه همون قوانین رو عادلانه بدانند. خب
معناش این استش که در این چارچوب شما از موضع درون دینی به این نتیجه میرسید که شرط عدالت این است که پیروان هیچ دینی عرصه عمومی رو یکسره به نفع ارزش‌ها و باورهای درون دینی خودشون سامان ندن و دیگران رو به حاشیه نرانند. همزیستی مسالمت‌آمیز و مدنی بر مبنای اصل عدالت فقط با به رسمیت شناختن این دیگری امکان پذیر می شود ولو عقاید آن دیگری از منظر شما ناحق باشه. خب بنابراین اگر شما به عنوان مسلمان بتونید اون سه شرط رو بپذیرید، در واقع شما بنیان یک اسلام لیبرال یا یک دین مدنی رو در واقع پذیرفتید. اما دو تا پرسش مهم است که من خیلی به سرعت میخوام بهش اشاره کنم و عرضم رو به پایان ببرم. پرسش اول این هستش که آیا دین باوران حق دارند که ارزش‌ها و باورهای دینی خودشون رو عرض کنم که در تصمیم گیری هاشون مربوط به عرصه عمومی دخالت بدن یا نه؟ توجه میکنید؟ یعنی فرض کنید که من یه مسلمانم و یه ارزش‌هایی دارم. آیا حق دارم که تلاش کنم ارزش‌های خودم رو تبدیل به عرض کنم که قواعد و قوانین الزام‌آور در عرصه عمومی بکنم یا نه؟ پاسخ این مثبت مشروط است. یعنی بله، شما می توانید از سیاست‌ها و قوانینی که با تعالیم دینی خودتون سازگار است دفاع بکنید. برای به کرسی نشاندنشون کمپین را بندازید و تشکیل حزب بدید. اما مادام که بتوانید برای دفاع از این عقاید و ارزش‌ها که مایلید بر عرصه عمومی حاکم بشود، دلایل عقلی مستقل هم بیارید. فرض کنید که منابع و متون دینی به من می‌آموزند که سقط جنین اخلاقا نارواست و به لحاظ شرعی مشکل داره. فرض کنید در این صورت آیا من حق دارم که وارد یک کمپینی بشم که قوانینی در ممنوعیت سقط جنین تصویب بشه؟ پاسخ اینه که بستگی داره. وقتی که شما میخواید برای تصویب چنین قوانینی در جامعه کمپین بکنید، در واقع باید بتونید استدلال‌های عرفی عقلی براش بیارید. یعنی نباید بگید که آقا چون امام جعفر صادق فرمودن یا در فلان حدیث و روایت چنان آمده است باید سقط جنین ممنوع بشه. مثلا شما میتونید بگید که ما به یه اصل مشترکی معتقدیم که جان انسان‌های بیگناه محترم است. قتل یک انسانی بیگناه نارواست. جنین هم از این مرحله به بعد مثلا فرض کنید که یک فرد انسانی محترم است ولی لذا قتلش یعنی سقط جنین محترم ممنوع است، نارواست، بنابراین باید ممنوع بشه. شما ببینید در اینجا من برای همون نتیجه دینی دارم استدلال میکنم، ولی استدلالم رو به نحوی عرضه میکنم که اگر شما در باورهای دینی من هم شریک نباشید بتونید استدلال من رو بفهمید. یک مبنای مشترک بین من و شما وجود داره. یعنی ما از این مبنا شروع میکنیم که هر دو معتقدیم که قتل انسانی بیگناه نارواست و از این مبنای مشترک تلاش میکنیم دیگر رو قانع بکنیم به نتیجه که من علاوه بر این بحث عقلانی یه تعلقات دینی هم دارم که من رو بهش متمایل میکنم. بنابراین شما تنها در صورتی حق دارید که یک امری رو در قالب قانون الزام آور برای تنظیم عرصه عمومی تبدیلش بکنید که بتونید دلایل عقلی مستقل علاوه بر دلایل درون دینی خودتون هم براش اقامه بکنید. بنابراین شما کاملا ممکنه مدافع ارزش‌های دینی باشید. در بسیاری از ارزش‌های دینی از قضا شما براش کاملا میتوانید استدلال‌های عقلی هم بیارید. یعنی اینجوری نیستش که این ارزش‌ها فقط در درون یک دین معنا داشته باشه. شما میتونید براش ارزش داوری‌های در واقع استدلال‌های مستقل هم عرضه بکنید. شما بنابراین می توانید همچنان مبلغ و مبشر ارزش‌های خودتون در عرصه عمومی باشید. نکته دوم این هستش که با این مربوط پرسش دوم، آیا دینداران حق دارند که در ترویج و تبلیغ و سبک زندگی خودشون، ارزش‌های خودشون و تحقق بخشیدن به اون ارزش‌ها در جامعه بکوشند؟
به نظرم قطعا پاسخ مثبت است. اصلا یکی از جنبه‌های به رسمیت شناختن حق ناحق بودن همین است که شما فضا رو در جامعه باز میکنید برای اینکه افراد صداشون شنیده بشه. به رسمیت شناختن حق ناحق بودن در عرصه عمومی معناش این است که حیات دینی باید از متن جامعه برچیده بشود. دینداران هم حق دارند که باورهای خودشون رو به شیوه‌های مسالمت‌آمیز آزادانه در جامعه تبلیغ بکنند. در متن جامعه مدنی اجتماعات داوطلبانه دینی تشکیل بدن و در درون این اجتماعات داوطلبانه‌ای که تشکیل دادن بر مبنای ارزش‌های دینی خودشون زندگی کنند. برای مثال فرض کنید که من به عنوان یک مسلمان معتقدم که مصرف مشروبات الکلی نارواست. توجه می‌کنید؟ به عنوان مسلمان حق دارم که مقاله در این باره بنویسم، سمینار تشکیل بدم، با گروه‌های علمی وارد گفتگو بشم، با نهادهای علمی پزشکی همکاری بکنیم و علیه تولید و مصرف مشروبات الکلی تبلیغ بکنیم. درسته؟ بعدم میتونیم اجتماعات داوطلبانه دینی خودمون رو تشکیل بدیم در حلقه‌ای که ما دینداران پدید آورده ایم، در اونجا مصرف مشروبات الکلی رو ممنوع می‌کنیم. میگیم کسانی که در داخل حلقه ما، یکی از شروطش این است که مثلا فرض کنید که مشروبات الکلی مصرف نکنند. اما حق ندارم به اعتبار ممنوعیت دینی الکل و صرفاً به علت منع دینی الکل قانونی رو تصویب بکنیم که تولید و مصرف مشروبات الکلی در جامعه رو محدود میکنه. بلکه برعکس، شما ببینید به لحاظ تاریخی این نکته جالبی است که مرحوم مدرس وقتی که در مجلس بود، از جمله کسان مجتهد هم بودشون، از جمله کسانی بود که از تولید مشروبات الکلی در داخل کشور دفاع کرد. یعنی لایحه‌ای که برای منع تولید مشروبات الکلی رفته بود مجلسشون بهش رأی منفی داد. استدلالش هم کمابیش از همین نوع بود. بنابراین اگر دینداران بتونن با ارائه دلایل عقلی مستقل نشون بدن که برای مثال تولید و مصرف الکل به خیر عمومی جامعه آسیب میزنه و بعد اکثریت جامعه رو قانع بکنن، در این صورت میتونن از سیاست‌هایی که تولید و مصرف این مواد رو مثلا محدود و ممنوع میکنه دفاع بکنن. بنابراین در اینجا هیچ اشکالی وجود نداره. جمع‌بندی بکنم و عرضم رو به پایان ببرم. سوال این است که آیا امکان قرائتی از دین که حق ناحق بودن به این معنای وسیع رو بپذیره وجود داره یا نه؟ از نظر من این سوال به این معناست که آیا امکان یک قرائت لیبرال از اسلام وجود داره یا نه؟ پاسخ من قطعاً مثبت است. به نظر من این تلقی از حضور دین در جامعه رو شما کاملاً میتوانید بر مبنای منابع و اصول دینی موجه بکنید. یعنی درکی از دین داشته باشیم که من به عنوان دیندار و به صفت یک فرد دینی حق ناحق بودن در عرصه عمومی رو به رسمیت بشناسم. در اجتماعات داوطلبانه دینی خودم مطابق ارزش‌های درون دینی عمل میکنم. ممکن است که من اینجا ارزش برون دینی رو نتونم استدلال کنم که مصرف الکل رو اخلاقا ناروا میداند و به نظرم همچین دلیل اخلاقی وجود نداره که مصرف الکل مصرف مطلقاً باید ممنوع بشه. ما هیچ دلیل اخلاقی برای نداریم. اما در چارچوب باور شخصی خودم و در جامعه مسلمانی داوطلبانه مسلمانان میتونیم تصمیم بگیریم که مشروب الکلی رو مطلقاً نخوریم و تحریم بکنیم. اما اگه شما خواستید برید خونه‌تون مشروب بخورید، یا مثلا فرض کنید که یک کسی تصمیم گرفت در جامعه یه مثلا مشروب فروشی باز بکنه، ما تکلیف دخالت و جلوگیری از او رو نداریم. تبلیغمون رو میکنیم، تشویقمون رو میکنیم، در اجتماعات خودمون هم به اصول خودمون پابندیم، ولی مادام که نتونیم یک دلیل عقلی مستقل برای نفی و منع تولید و مصرف مشروبات الکلی اقامه بکنیم، حق نداریم در این زمینه مانع دیگران بشیم که بر مبنای ارزش‌هایی که خود میپسندن زندگی کنند. بنابراین به نظر من قرائت لیبرال از دین قرائتی است که در اون عرصه عمومی ملک مشاع همه شهروندان است و
قائل به اصل عدالت است که به اعتبار اون تدبیر این عرصه بر مبنای دلایل عقلی قابل قبول برای همه شهروندان صورت میگیرد. حق ناحق بودن به عنوان بنیان مداراگری در اجتماع به رسمیت شناخته می شود و دینداران می توانند در اجتماعات داوطلبانه خودشون بر مبنای باورهای درون دینیشون زیست بکنند، اما در عرصه عمومی باید تلاش کنند که صادقانه از تحمیل ارزش‌های یکسر درون دینی خودشون بر دیگرانی که با اونها در این ارزش‌ها سهیم و شریک نیستند پرهیز بکنند. خب من عرضم رو در اینجا تمام میکنم و از فرمایشات دوستان استفاده میکنم.